کار کنیم بهمون خوش بگذره؟ چیکار کنیم بهمون خوش بگذره؟ اگر صبحمون رو با شکرگزاری آغاز بکنیم خیلی بهمون خوش میگذره. به مادرم میگفتم خوشحالم، میگفت از خدا تشکر کردی. میگفتم خیلی عصبانیم، میگفت با خدا حرف بزن. انگاری این زن خدا کنارش بود و این که بخوانید مرا اجابت کنم شما را، این که من از رگ گردن به شما نزدیکترم، خانم مادرایی رو باور دار، باور خانم باش زندگی میکنن. از خیلی عجیبه. ما عرفا رو داریم که میگن تا چندین طبقه بره بی این مرحله میرسه. مادرها عارفه هایی هستن بدون طی کردن این طبقات. این جمله رو چقدر برات آشناست. ای مادر جان، زندگی پستی بلندی داره، خدا بزرگه، بیا دخترم، بیا قربونت برم، خدا بزرگه. پسرم همینه دیگه، مگه ما نداشتیم؟ توکل بر خدا کن، دستت بزن به زانو مادر، بلند شد. ببینی جملات کاملا آشناست. میخوای خدا باید حرف بزنه؟ برو با مادرت حرف بزن. برو با مادرت حرف بزن. خدا باید حرف میزن. خدا باید گفتگو میکنه. میخوای خدا رو بغلش کنی، گرمای وجودشو میخوای حس کنی، برو بغلش کن.